شرف و جودی معرفت به تو داد. انسان باید شکر کنه. شکرانه همون را که خدا انسانت خلق کرده است. ولقد کرمنا بنی آدم. خدای بزرگ در قرآن تاکید میکنه ما فرزند انسان هم مکرم خلق کردگیم، کرامتش دادگیم، شرافتش دادگیم. فرزند آدم کسی نباشه با خودش یک کرامت شرافت داره. ولی کتب فقهی را اگر ببینه میگن اگر مسلمان در یگان جا یگان مرده را دید، بگذار مرده یا مشرک هم باشه یا کافر هم باشه، موظف است که زیر خاکش کنه تا اینکه یگان حیوانی درنده نیاید نکنه همون را نخوره. او برای انسان شرافت کرامت داره. دیده به خاطر همین شرافت کرامت است که خدای تعالی اعضای بدن انسان فروختنش حرام گفته است که مبادا انسان شکار نکنند. پوست انسان به دباغت پاک نمیشود. او برای شرافت کرامتش استفاده بردنش رخصت نیست. شکرانه او را کنیم که خدای تعالی ما را هدایت کرد، مورد هدایت پروردگار قرار گرفتیم. و ببینید در روی زمین 7 میلیارد خداوند همه را هدایت نمیکنه کو. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار اندیشه کنیم که آخر ما چه خدمت کردیم که پروردگار ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و سلم آفرید. از پدر و مادر مسلمان تولد شدیم، مفت همین دین بزرگ به دست آوردیم. یک بار اندیشه نمیکنیم که همین نعمت پروردگار پروست تک برای چی ما را داده باشه؟ همون الله که همین نعمت برای داده است، آخه از برای خدا آیا لایق سزاواری شکرانه نیسته که شکرانه شکنیم؟ چند بد بشکست احمد در جهان تا که یا رب گوی گشتن امتان. گر نبودی کوشش احمد تو هم پرستیدی چه اجدادت سنم. قدر دین از بهریان نشناختی که از پدر میراث مفتش یافتی. همی یک قدر دین در نمی رسید تو حاضره، همی است که مفت به دستمان اومده است. ما در عائله مسلمان تولد شدگیم. مرد میراثی چی داند قدر مال، رستم جان کنده مجان یافت زال. با خدا قسم اگر تمام عمر شکرگزاری نعمت خدا را کنیم که ما را هدایت کرده است، تمام عمر شکرگزاری نعمت پروردگار را کنیم که ما را امتای محمد صلی الله علیه و سلم خلق کرده است، از میلیون یک شکرش انجام داده نمیتونیم. هدایت در دست پروردگار است. خداوند بزرگ تاکید میکنه یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدیکم. ای بندگان من، شما همه راهگم کرده های مگر کسایی را که من هدایت میکنم. از من طلب هدایت کنه تا اینکه راه درست حق صراط مستقیم براتون یاد بتم. در صراط مستقیم قایم و استوار تو بدارم. همین تاریخ یک ورق بزنه، چی بسا آدمایی بدن که علمشون از علم ما و شما زیاد بود، عقلشون از عقل ما و شما زیادتر بود، سطحیان پلاژیلشون نسبت ما خیلی بلندتر است. نه که خدای بزرگ که هدایت شکر کرد در همون کفر در شرک برفتن. و همین را باید ما شکرانه کنیم که خداوند هر کس مورد هدایت قرار نمیده. همین شب گذشته شب معراج با سعادت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم بود. اما ایشان قاری تاکید کرد که همین را یک کمک روشنی بدازه، اطراف همین کم هم که باشه یک صحبته که خورد دایر بساز. گفت در این ملکای ما جشنش میگیرن. اوقی جشن میگیرن نه کسی که مسلمان های وقتی که
شب معراج پیغمبر شای، شب مهمانی پیغمبر شای، لااقل در نزد فرزنداش همین قصه نمیکنه. آخه شکرانه نعمت خدا را نمیکنه. این جشنگیری نیست، این تاکید است، این شکر نعمت پروردگار را انجام دادن است. حقیقتا در مسئله شب معراج 6 قول اومده است. اگه این مجلس ما همه ای گنجایش همه ای صحبت را در خود گرفتن نداره، صحبت طولانی بد میشه. انا الحمدلله هم وقتای ما خطیب دیم در این موضوع صحبت های مفصل کردگیم. من هم یک جمعه معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردگیم، چیکار کرده، در کدام آسمان کی روا خورده، بسیار صحبتی مفصل است. اما هم یک چیزش مسلم است که همین 6 قول معروف ترین مشهورترین قولش شب 27 رجب است. در میان مسلمانان ای همه قول مشهورتر همین است. در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی وقتی که قشون صلیبدارا را تارمار کرد، شهر بیت المقدس دیگه آزاد شد. گفتن حضرت مرحمت شهر پیشکش. گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم شب 27 در اومده است، ما هم صبر میکنم 27 رجب کشید با بدرم. چندین مدت در بیابان در روی خیمه زندگی کرد در همون گرمی تفسانه. شب 27 بعد میگه از دروازه بیت المقدس وارد شد، اومد در نزد مسجد از صخره 2 رکعت نماز خواند و گفت خدایا گواه باش که من وعده ای را که پدر و مادرم داده بودن انجام دادم. شهر بیت المقدس دوباره به مسلمانان برگرداندم. یعنی همون زمان آدم اینا ببینید سال 1187 هم همین قول راجحتر بوده است که شب 27 رجب شب مولود جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم حساب میکنم. در شب 27 ام هانی بنت ابو طالب دختر عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت صلی الله علیه و سلم به مهمانی به خونش دعوت کرد. ولی همین رئیس خانواده میگن زنک های خطا نیست. این ام هانی یک شوهر داشت از بنی مخزوم با نام حبیره ابن ابی وهب مخزومی. او زنک غیرت میکنه، مردکی کار کرده میتونه نباشه، والله ایدیس مردک هیچ کار نمیکنه. هم خبر زورش میرسه که فلان آشخونه بیا یک مهمانداری کنه. میگه در خونه وقتی که مرد نان و طعام میکنه در اینجا قبل از همه خدمت بانوی همون خاندان است. همین ام هانی هم دختری عمک حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت به حد دوست می داشت، احترام میکرد. شوهرش گفت که حضرت اندک محزون است، غم اندوه داره، مصیبتی بزرگ به سرش اومده بود. حضرت مادر مسلمانان بیبی خدیجه را دست داده بود. ابو طالب عمک شای دنیا رفته بود، کسی که به هر وجه صورت پشتیبانی میکرد، دستگیریش میکرد. رب گفت که بیا حضرت همیشه دعوت کنیم. خاک مردک هم مجبور شد، اگر چند که دلش نخواهم بود کسافت حضرت دعوت کردم. وقتی که مهمانو را گسیل کردن ام هانی، این ام هانی اصلا نامش هند است، در بسیاری مأخذها هند اومده است. بعضی از معرخها از جمله ابن سعد میگه که نامش فخیته بود. نمی در روایت است. همسین سال رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دوش در ام الفیل تولد شدگی است، سال 571 میلادی. ای خوردی همدیگر را میشناختن. خب میدونیم ای تاریخ که حضرت ای سین 8 سالگیش در خاندان ابو طالب تربیت یافته است. هر دوش مقصد در یک خاندان کلان شدگی است، بسیار نزدیک بود. بعد که مهمانو را گسیل کردن ام هانی گفت یا رسول الله همینجا استراحت کرد، همین خونه خطایی، همینجا استراحت کرد حضرت دیگه سرگردان نشه. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هم سرش مانده بود، همین نو یار را پک خوابش برده بود که حضرت جبرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام اومدن ای جای خوابش برداشتنش. خیلی قصه را که میدونه میگن که اگر صحبت کنیم بسیار طولانی میشه. آوردنش نزد کعبه در حجر اسماعیل علیه السلام، سینه‌اش چاک کردن، قلبش شستن، بعدا براق همو حیوانی چارپایی که پیغمبر صفتش میکنه که از اسب خورتر از خچیر بلندتر براش حاضر شد.
اکه ببینه که همین جبرئیل علیه السلام 600 قنات داره، به همین یک قناتش تمام کائنات هم میتونه زیر زبر کنه. او نمیتونست که حضرت همین تا آرام در بالا یک قناتکش بونه و بره، میتونست. اما خدای تعالی به خاطر عزت و احترام حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم مخصوص چارپاش روی کرده. دیده یا مهمان احترام که کنی با ماشینش روی میکنی که بگیره بیارینش. این احترام حضرت های. قصه کوتاه حضرت بیت المقدس رفت. بعدا جاهایی که الله ذوالجلال خواسته بود رفت زیارت کرد. در همون شب نماز، همین 5 نماز فریضه ای که الحمدلله امروز ما و شما ادا میکنیم براش فرض گردانده شد. وقتی گشت اومد به حجره امیهانی، حالی صبح ندمیده است. سحر امیهانی همراه شوهرش اومدن، حضرت باز یک بار دیگه خوش آمده کردن. بگو حضرت براحت خواب کردی؟ حضرت گفت خواب نبودم، سفر داشتم. امیهانی گفت سفری کجا حضرت؟ گفت در ابتدا بیت المقدس رفتم، بعدا 7 آسمان گذشتیم، در عرش پروردگار مهمونم گرفت، جنت و دوزخ برام نشان داد. این امیهانی نگاه کرد، همین شوهرش این حبیره ابن ابی وهب این خونه سوخته همین یک خصلت ناخوبی خبرکشی داشته است. ولی بز میگیم خدمو همین را بز نه شغال گفتن در کره یورا صدقه نامی بز کنه. همین بزی بیچاره چی کنه دروخی با کی زیانش میرسه. خبرکش رو با بز هم نام کردن، بزی بیچاره رو بدنام کردن. این کسوفتو شغالن، شغال. پیغمبر خدا میگه لا یدخل الجنت قطات، یعنی نمام، خبرکش، خبرچین جنت نمیبینه. خداوند ایبوی جنت محروم شکنه این بدبخت را. همین کسافت هم خیلی فعل داشته است. این فعل سگ به صاحبش معلوم نیکو. این امیهانی را هم دید که چشماش بازی داره، گفت یا رسول الله همین سیر بین ما و بین شما، التماس هم میگه به همین جناب رویا. این مردم حضرت گفت نمیفهمند. هم یک طرفی رفت تو بیت المقدس یک ماه بود، در بلوی شتر و در اسوار اگر میرفتی. و وقتی تو میگوی که در یک شب بیت المقدس رفتم و گشتم و اومدم، این مردم دیگه عقلشون قبول نمیکنه، ولی اسبولا را یاسمون حضرت برای همین التماس هم میگه پناه. من باور دارم حضرت امیهانی مسلمان بود، اما او شوهری بدبختش ایمان آورده است. همین گپ اساسا برای همون حبیره بدبخت گفت. بعد سری شوهرش تاکید کرد که فهمیدی مردک گپ همین جا بمونه. خوب گفته خیلی این شغالی لعنتی را چیکارش میکنی؟ میگه نیش اقرب نه از ره کین است، مقتضای طبیعتش این است. همین وقتی که اقرب کجدم نیش میزنه، این با او خاطر نشد نمیزنه که باتی یکون بدی و خصوبت داره، او را طبیعتش خونه سوخته را همیه که باید نیش بزنه. سحر خطی اومد خونه ابو جهل. این با ابو جهل کم کم قش تباری داشتم. گفت یا ابو الحکم، گفت همین شب محمد مهمانی ما بود صلی الله علیه و سلم. همین خیلی قصه ها کرد که بیت المقدس رفتم، عرش خدا رفتم، دیگر و دیگر. این کسافت دیگر خدا داد، شیکش جمع کرده، آمدن به پیش خونه کعبه را با مردم مراجعه کرد که این مردم پراکنده نشوه، ولی یک کینای خشروط نشان میتون نقشه کشید است لعنتی. اگه میدونه که وقتی پیغمبر پرسید حضرت حقیقت هیچ وقت پنهان نمیکنه. همین وقت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نزد خونه کعبه تشریف آورد. ابو جهل گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، شنیدم که شب سفر داشتی. حضرت گفت بله. گفت اگر مخفی نباشه با کجا؟ حضرت گفت مخفی نیست، بیت المقدس رفتیم، بعد جایی که خدا خواسته بود سفر کردیم. این ملعون ایجاش خسته. گفت مردم من نگفتم که همین دیوانه های ای پشت یا دیوانه شما سرگردانه، شما گفت تاجیره، شما راه رو را میدونه، از برای ثواب در یک شب همین بیت المقدس رفته و گشته اومده میشوه. دیگه وحوه خنده را برداشت، حضرت مذاق و مسخره کرده است. یک چند نفر ای مسلمانو در رز خونه کعبه که مشرکا را خب بدرونند، جرأت هم نمیکنن که حضرت بگن یا رسول الله در این موضوع گپ نزن. سروش و خم نزد حضرت ابوبکر اومدن، گفتن یا ابوبکر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم استهزا و مسخره کرده است، دیگه ما هیچ گفته نتونستیم، از برای ثواب بگوشید در این موضوع گپ نزنن که دیگه گپ زنیش نمیمونن، مذاق دارن، قبول نمیکنن مردم. میگه در یک شب فلان و فلان جاها رفتم.
حضرت ابوبکر صدیق گفت اگر حضرت صلی الله علیه و سلم که گفته باشه راست گفته است، شما چخیل حضرت در بین همون دشمنا پرت افته تنها اومده، خزه به غیرتی نکنه، گرفت آور چوب. وقتی نزدیک شدن ابو جهل گفت یا ابوبکر من نگفتم تو باید دیوانه رفیقی و دوستی اختیار کردی، وقتی تو تاجری تنا کمتر 10 مرتبه بیت المقدس رفته اومده، از برای ثواب در یک شب همین بیت المقدس رفته و اومده میشود. ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله پدر و مادرم فدات شود، سفر داشتی؟ گفت بله. گفت خداوند سفر مبارک بگردونه. کجا رفتی حضرت؟ حضرت گفت بیت المقدس رفتم. بعد قصه کردم سفری آزمونشم. حضرت گفت صدقت یا رسول الله، ای حبیب خدا راست گفتی. بعد گفت ای معشر قریش شما میدونه که حضرت تا همین شب بیت المقدس ندیده بود. حقیقتا رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تو همون شب معراج بیت المقدس دیدگی نبود. باری در سن 12 سالگی همکش ابو طالب همراهش گرفتش، همین شام در اومدن. یک راهب نصرانی به دست با نام بحیرا حضرت شناخت، همین دور دید شناخت. آمد در جامع سنن ترمذی اومده است که دستش بوسه کرد، گفت هذا رحمتا للعالمین و هذا رسول رب العالمین. این رحمت عالمی ها ای، گفت این پیغمبر آخر زمان ای. بعد گفت صحیح درکش کیه؟ نشان دادن ابو طالب. و گفت ای شیخ و خاطر الله همین را گفت شهری بصره دا ندارو، شام دا ندارو، این را یهودی ها میشناسنش. گفت میترسم که یکان زیان و ضررش میرسونن. دیگه ابو طالب هم همین محبت داشته است به حضرت که همون تجارت یک سمانده گشته همون راهش. 2 مرتبه دیگه حضرت در طول حیات شهر بصره رفته، گه تا شهر بصره رفت. همون زمانایی که وکیل تجاری مادر ما بی خدیجه بود، 2 مرتبه بصره رفته اومده است. از بصره تا بیت المقدس زیاده 200 کیلومتر ندیده بود. ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله در بیت المقدس در کجا فرو اومدی؟ حضرت گفت در نزد مسجد اقصا. مسجد اقصا بچه‌ها اصلا یک عبادتگاهی هست که بعد کعبه شریفه خداوند امر کرده بود ساختنش، یعنی دیگه معبد در روی زمین انمی مسجد الاقصا است. این اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا الآیه. خداوند در قرآن میگه اول خانه ای که برای عبادت خدا در روی زمین وضع شده است انمی کعبه شریفه در مکه مکرمه. حضرت سوال کردن که یا رسول الله بعد یعنی خانه کعبه دیگه معبد کدام است؟ حضرت گفت مسجد اقصا. گفتن فاصله بینشون چند ساله؟ یعنی چند سال بعدی کعبه مسجد اقصا ساخته شد؟ حضرت گفت 40 سال. یعنی که خانه کعبه را و مسجد اقصا را باری اول ملائکه ها ساخته بودند. ولی زمانایی بود که آدم علیه السلام به زمین نازل نشده بود. همون زمانا علیه ملائکه ها ساخته بودنش. او خانه ها را برداشتن پیش طوفان نوح، آسمان 7 برده گیان. بعدا خدای تعالی حضرت ابراهیم خلیل امر کرد خانه کعبه را ساخت از سنگ از گل. و حضرت داود علیه السلام امر کرد در اون زمان خودش که مسجد اقصا را بساز. حضرت داود شروعش کرد، حضرت سلیمان علیه السلام با آخر رسوندش همون مسجد اقصا را. مدت زیاده 400 سال فعالیت کرده است. در سال 558 پیش از میلاد پادشاه بابل بختالنصر رفت ضبط کرد بیت المقدس را گرفت، به خاک یکسان کرد، از جمله مسجد اقصا را تماما خراب کرد. یهودی ها را مردم را از دم شمشیر گذراند، زنا و کودکان را همه را غلام کرد، به اسارت گرفت و ویران آورد بابل. 20 سال بعد در سال 339 قبل از میلاد شاه هخامنشی ها کوروش کبیر میگن در تاریخ، این رفت بابل را گرفت، یهودی ها را آزاد کرد. از حساب بودجه دولت همین بیت المقدس ایسری نو ساخته است، از جمله همین مسجد اقصا را هم از نو ساخت. همین خیلی میده آمد در زمانهای هرودوس. این هرودوسش خدا لعنت کنه یک شاه یهودی بود، همون بدبختی بود که به فرمانش حضرت یحیی علیه السلام کشته گیرد، حضرت زکریا علیه السلام کشته گیرد. این بدبخت همون بدبختی هست که قصد کشتن
حضرت عیسی علیه السلام داشت که خداوند متعال گرفت آسمانش برآورد. همون آدم های همین گرفت مسجد اقصی را خیلی کلان کرد، رنگ یک قلعه چهار طرفه کردش. ولی در همون جایی که مسجد اقصی بود هم ویفلیم قرار داره مسجد نصرانی، هم مسجد از صخره مسلمان ها هسته. بعد او اقصای پیشینه هم یک دیولکش موندگی های، برای که بعدی هرودوس یک زمان یهودی ها خستن بر ضد رومی ها شورش برداشتن، رومی ها گرفتن دولت روم همه را به خاک یکسان کردن مسجد اقصی را. این هم یک دیولکش موندگی های، ولی تا حاضر هم دیوال هسته، ستینا پلاچا میگن. بعضی آدم ها رفتن دیدیان، بعضی آدم تماشا رفته بودن سیاحت، شاید بعضی ها در تلویزیون دیده باشنش، ستینا پلاچا میگن، همین یک دیوالش موندگی های. حضرت سوال کرد که در کجا فرمودی؟ حضرت گفت در نزد همون دیوار. گفت دیوار را صفت کرد. حضرت گفت زد که در قسم پایانش سنگای کلان کلان چهار کنجان، ای بالاش سنگا تا چند خرد میشه و میرود. با گفت یا رسول الله بازار چند دروازه داشت؟ حضرت گفت 4 دروازه. متریالی که دروازه ساخته شده است، کراسکای دروازه را ایالا گفته است، متریالی که دروازه ساخته شده است، کراسکای دروازه را ایالا گفته است حضرت. با گفت یا رسول الله ارکی پوچو را صفت کرد. حضرت کنگروش یک نمبر کرد، کدامش خیلی ریمان دوره بود، با چه شکل چه صورت های. بعد حضرت ابوبکر گفت صدقت یا رسول الله، صدقت. بعد ای معشر قریش گفت از برای خدا من زیاده 10 مرتبه بیت المقدس دیدگیم، نه که این خیلی پدروب نگفته نمیتونم. حالی رم شما خونه سوخته، حالی رم شکلش مداره. پیش چشمی که نور عرفان است، گربوت آسمان نمایان است. این کثافت ابو جهل، او خدا که هدایتت نکنه میدونی که همون حقی، نه که با زمان اوندش نمیتونی، پیرویش کرده نمیتونی. گفت مادام که از بیت المقدس اومدی بگو که کاروان قریشی ها در کجاست؟ حضرت گفت در حضرموت بخورد. این حضرموت سرحدی بین شام و بین حجاز است. ابو جهل پرسید چیکار میکردن؟ گفت یا شتر را گم کردن، ای پشتی شتر سرگردان بودن. سبحان الله. بعد 2 هفته کاروان رسید. ابو جهل نزد هم کارونتی اومد، گفت 2 هفته پیش در کجا بوده؟ گفتن در حضرموت. چیکار میکردی؟ گفتن یا شتر با بارش گم شد تا سحر سرگردان پشتی هم بوده. اینا ببینه عیانه، چیز عیانه، حجت با بیان نیست. نه که خدای بزرگ که هدایتت نکنه در گمراهی میمونی. سبحان الله. اینا ببینه اکد حضرت علی همو خبرکشی یزنش خبر شده است. یزنش یخ به حضرت علی رام کسوفت حبیره ابن ابی وهب در همین نزد خونه کعبه قسم یاد کرد. قسم به خدای کعبه گفت اگر همین ذره امکانیت چیز سر تا ای بدن جدا میکنم بدبخت. این قسم خوردم بود. همون وقتی که خدای تعالی بعدی زیاده ای 10 سال به مسلمانان میسر گردون که مکه را فتح کردن، این علی همین نقشه اولش حبیب دست که همون کسافت نکزت کردن در کره. حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه فتح شد در همون خونه ای که همراه مادر بی خدیجه زندگی میکرد آمد. بر روایتی که در صحیح بخاری اومده است حضرت غسل کرد، 8 رکعت نماز اشراق خوند، نماز ضحی 8 رکعت خوند است حضرت. همون کسایی که دیگه تنبلی را اختیار کرده و در سفر سنت نخوندن، سنتای این پختر ای گوشت بکشه، هرگز ترک سنت نمیشود. از برای خدا حضرت چی جای سنت در سفر نماز نفل میخوند، حالی در کوچه های مکه جنگ رفته است، مکه با پرگی تسخیر نشده است. پسر ابو جهل اکرمه ولی جنگ کرده ثابت قدیم معطریه داشت، اما حضرت اومد 8 رکعت نماز ضحی خوند است، نماز اشراق. هانی میگه نزدش اومد، دختری عمکش خونه هاشو نزدیک بدیم. اومد حضرت مرحباش گفت چه خدمت کنم یا هانی؟ گفت یا رسول الله همین علی دادرم قصد کشتن شوهر مداره، به هر حال خوب بای گنده یک پدری فرزندام. حضرت اگر همین خدمت من اش نکنی دیگه از اون هیچ کنم برسه پیش او را گرفتم. همین وقت حضرت علی پیدا شد، خلاص کرده از جنگ. ذوالفقار حمایل اومده است که به خونه هانی را میآید.
که حضرت ایدو صداش کرد علی اینجا بیو. وقتی نزدیک شد گفت خانه او میهانی حرام. فهمیدی؟ حرام یعنی جایی که در اونجا به اجازه در آمدن حرامه، قتل کشتار حرامه، کسی را حضور دادن حرامه، دشنام حقارت کردن حرامه. دیگر حضرت علی معلومات کرد اپاشا که تو پشتی یک مشرک بدبخت میگیری، اون کثافت تو چی دیده که یک پشتی گیری میکنی؟ خیلی گفت تو کجا میگیری زوخی؟ یه روز در چنگ میخوره کو. ببینه خدای تعالی که هدایتش محرومش کرده بودی بدبخته. بیچاره زن اومد التماس و التجا کرد نزد حضرت صلی الله علیه و سلم، میونه روی کرد. پیغمبر خدا اگر چنده این وین پرستوبنیکای بدبخت بخشیدش، بجایی که عقلش کار بفرماید که ای مرد از برای ثواب ای کثافت ایمان بیار و تو کجا رفتی؟ خدای تعالی که هدایتش نکرده بود شبانه گریخت. همه گم شیدگیش موشواری دیگه تاریخ یاد نمیده که این کجا شد. ایرا گرگو دریدن، ای در چنگ روزانو پرش کردن، ای در دریا غلطید اکولوها خوردنش. دیگه تاریخ همین را یاد نمیده. همین کثافت همون تا به نام نشان گم شد برد. حضرت بعدا همراه حضرت علی و همراه بلال نزد خانه کعبه اومدن. 7 دور طواف کرد. مکه فتح شد. اومد قطعی آمیخته شد. حضرت اسماعیل ایبنشو زن گرفت. بعدی 100 سالها و 1000 سالها بنی جرهم آیسته آیسته ضعیف شدن. حکومت ای دست اینو بنی خزاعه گرفتگی بود. حکومت در دست بنی خزاعه بود. یک نفر از قریش از بنی کنانه با نام قصی ابن کلاب دختری یگانه سردار قبیله بنی خزاعه حلیل خزاعی را میگیره. او دخترک نامش حباب بود است. میگیره ای همون 2 فرزند میوه. بسیار فرزندای با غیرت و با ناموس. این خسرش هم میبینه که آدم خوب های ارزنده های. دیگه این سردار قبیله بدوخی. تمام وظیفه و منصبای کعبه شریفه را در دست یمی میتا. کلیت کعبه را، بیرق برداری را بیرق در دستش میتا. چاه زمزم در اختیارش میمونه. قصی پیش ای مردنش در بعضی روایات 3 فرزند داره. نه که قولی صحیح ترش 2 فرزند داشته است. پسر کلانیش عبدالدار نام داره و پسر دیگیش عبدالمناف. گرفت کلید در دست عبدالدار داد، کلید بیرقه و چاه زمزم کاروانهایی را که کاروانسراهایی را که برای حاجی را قبول کردن و گسیل کردن آماده کرده بودند اینا را در دست عبدالمناف داد. از عبدالمناف اینا را هاشم به میراث گرفت. بعدی هاشم پسرش عبدالمطلب صاحب شده میاره، بابای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. همون شب و روزا این وظیفه رفاده و سقایه حاجی‌ها یعنی چاه زمزم همون کاروانسراها در اختیار عباس بود است، اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما کلید در پسر کلانی هم قصی ابن کلاب بود در دست عبدالدار. اونو را هم تا پشت به پشت اومدن. همون شب روزا در دست یعنی عثمان ابن طلحه ابن ابی طلحه بود است، یا شخصی که دشمن خونی پیغمبر حساب می‌خورد. این دعوا داشت که من باید قصاص خونی بگیرم، قصاص بگیرم از مسلمانان. در جنگ احد 9 نفر خیش تبارای نزدیکترینش کشته شده بود از طرف مسلمانان. پدرش کشتن، 4 عمکش کشتن، 4 عمک بچه‌ش کشته بودن. این همین دشمنی سرسخت‌ترین یک. گفتن کلید دست همو ای. حضرت گفت فیرودش کنید. حضرت عباس بسیار میخواست که همین کلید هم بگیره صاحب شود. برای همون سراسیمه اومد خونه عثمان گفت کلید تی. گفت برای چی؟ گفت حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده است. گفت مادام رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد در دست خودش میتام. این عثمان مشرک ایال ایمان آورده است. وقتی اومد نزد خانه کعبه حضرت قدر التفاتش نکرد. گفت کلید تی ای دستش گرفت. این هم دیگه امید شکند. هم تا سرکش خم اومد به خونه شد. با خودش با اندیشه کرد که خدا را شکر بگو که ولی حبست نکردن، مجازاتت نکردن، و توی دشمنی هیچی نگفتن. همین خیلی دولت های اگه دیگه او کلیتت را نشانه میتن. حضرت داخل خونه کعبه در اومد. 2 رکعت نماز خوند از در خونه کعبه. حضرت بلال و حضرت علی از قفاش اقتدا کردند. روایت حضرت بلال میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 2 ستم ای طرف دست راستش مونده بود، 1 ستم ای طرف دست چپ در همو بین ایستاد نماز خوند. ما قفاش خوندیم. برآمد حضرت میگه در کعبه را محکم کرد.
حضرت عباس اومد که یا رسول الله کلیت بتیم این بسیار مایل داشت که همه وظیفه را تا یک لخ بگیره در دستش که حضرت گفت اسمان کجا شید؟ گفتم برفت. گفت همون اسمان را صدا کنه. حضرت عباس گفت یا رسول الله اون مشرک های کلیت در همون مشرک بتی. گفت این امانت های امانت به صاحبش برگردوندن در کار. دستش گرفتم در دستش. حضرت گفت الحمدلله این کعبه خانه الله ما های این مشرکا دیگه حق ندارن در اینجا. برای چی در اومدی؟ گفت او یه رگی مردی داره. فهمیدسته؟ حضرت گفت که او یه رگی مردی داره. اگر چنده که مشرک های نکی مرد های ولی بعضا همی زندگی در میبینی یک آدم دزدای روزانه یکی یه مردی داره. آدمی نمیشیدنی بدبخت های یه رگی مردی داره. این رگی مردی دیگه چی های؟ اگر رگی مردیش پیغمبر را کجا فهمید که رگی مردی داره؟ همون زمانهایی که مسلمانان هجرت میکردن به مدینه منوره از مکه ابو سلمه رضی الله تعالی عنه را قصد سفر کرد. زنش ام سلمه را در شتر سوار کرد همراه کودکش میخواست به مدینه بروه که بنی مخزوم اومدن سری راهش گرفتن گفتن کجای میره برو این زنک ای قبیله ما ای عشیره ما ای اینا ما اجازه نمیدیم ببری. کشیدن آوردن به جای خچونه. وقتی بنی زهره که آگاه شد یا قهر شو کرد اومدن گفتن این کودکی ما ای کودک مالی پدر ای زدن بیچاره زنک ای دستش تیفش هم گرفتن دیگه خودش موند از ایش ای شوهر مهجور ایش فرزند ای دستش کشیده گرفتن. همین روز تو میگه گریه میکرد از بیچاره. بعد کسی را دلش میسوزه میگه همین زنک در چی قدر جور میکنه آخه مادام پیش شوش میروه اجازتش بدین بروه. بخیر گفتن کجای میره بره. زنکی به غیرت اومد شتر گرفته شتری ابو سلمه رضی الله تعالی عنه را اومد نزد بنی زهره گفت مرا اجازه دادن پیش شوهرم میرم بچه ما بتینم. بچه‌ش دادنش در همین شتر سوار شده حرکت کرد. در همین تنعیم رسید موضعی که ولی مسجد بیبی عایشه مادر مونایکو او وقتی جون نوآباد به دست او تنعیم از مکه مکرمه جدا بود ولی دیگه شهر کلون شده است که چسبیده. در همین جا همین عثمان ابن طلحه ابن ابی طلحه را میخره از شکار اومده است. او مردک شکارچی بود میبرماده است یه هفته و 2 هفته در هم دشت و کوه شکار میکرده ولی خونش نه اومده است. اینا میبینم میگه خواهر کجا میره به وقتی؟ میگه مدینه منوره. برای چی؟ نزد شوهرم. این قومی تو خیلی تر اجازه دادن یک مشتی پر خود تنها در این راه پرمشقت اوخی این راه پرای روزنه پرای حیوانی در رنده دویم در بلوی شتر نمیره کو مگرم برای قضای حجت بفروی برای خراخری بفروی برای استراحت بفروی اوی 10 روزه راه از برای خدا چخل دیل ایو شده است که تر تنها سر دادیم بجای خواهرم باشی گفته مهاری شتر گرفته حرکت کرد. اینمی 10 روز آورد استش. ام سلمه بعدم به حضرت صلی الله علیه و سلم همین قصه را کرد که میگن فرمودن با درجه دور میرفت که دیگه چشمرس نمیدیدمش. میگم وقتی همه آماده میشیدم خلاص خروگ ما میخوردم مقصد انا نمازم میخوندم بالای شتر دکی میشیشتم میگه ایدور صدا میکرد که آماده شدی؟ میگفتم بله. با می اومد میگه مهاری شتر میگیرید همه خیال 10 روز به مدینه را بردش. در نزدیکی قبا رسیدن با گفت که همجا شوهر تقاطی مسلمانان میوی ما همجا بگردم که اگه دشمنان و اسیر نگیرن. همین حضرت شنیده بود. اینا ببینه یا مشرک یا کاری خیر کرده است ببینه در یاد حضرت صلی الله علیه و سلم همین کارش بوده است. گفت او یک رگی مردی داره. الله اکبر. عثمان رفتن صدا کردن. عثمان ترسیده اومد که حضرت گفت یا عثمان کلیت بگی. حیران شد گفت چیکارش کنم؟ او گفت نگهش بدار. نگهبانای کلید خانه خدا شماه بنی عبدالدار. اینا من دادم امانت در صاحبش گرداندم. گرنگ به خونهش اومد و خدای بزرگ هدایتش کرد این مردک. ببینه عادتا هم مردا زود هدایت می اومد. خدا بگیره این مرد هم صدقه هدایت کنه. بخد اندیشه کرد که آخی خدا جان تا بگیره که اگر در جای محمد تو میشیدی ای 100 جانش یک جانش از اینها نمیدادی. هیچ نگفت حبست نکرد
با بالای همه ای از همه چیزی قیمت بهاترین دنیا کلید خانه خدا را در دست تو دست. ای نامرد تو کجا میگریزی؟ ای کی میگریزی؟ غسل کرد اومد در نزد خانه کعبه نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفته در حلقه صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شد. انا عثمان ابن طلحه ابن ابی طلحه به هدایت خداوند مسلمان شد. با چه مسلمانه؟ صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم که عقیده اهل سنت و الجماعه همی است که تمام اولیاء الله دنیا را اگر جمع کنیم خاک پای کمترین صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیشود. این مرتبه و منزلت سبحان الله. اگر تصور کنه که اینقدر ما یا تاریخی با شرافت داریم، اینقدر تاریخی بزرگ داریم، همیو را در پیش فرزندان و در خونه و قصه کنیم، تصور میکنه که هم کودک چی کودک کلان میشود. از خوردی قسم به الله اگر کودک به محبت خدا و پیغمبر کلان کنی هیچ کس او را گمراه کرده نمیتونه. این یقینیه. همین خشتی اول اگر درست گذاشتی او بینا تا آخر دیگر راست میره، او را هیچ کج نمیکنه. برای همین این مسئله که ما جشن میگیریم، نه جشن نمیگیریم، اما آخر تاریخ اسلام، تاریخ با شرف پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد فرزندو باید همین ما قصه کنیم که فرزندو را آگاه کنیم که سخن پدر البته در کودک تاثیر داره. پدر چیکاره نباشه برای فرزند خچه اتوریته ای. اینا ببین پیر شدیم شستیم ولی رم یکی ای خدا رحمت کنه پدر ما این خیلی گفته بده، ای رحمتی این خیلی گفته بده، همین در یاد میمونه. از برای صوم همین را بگیم بسیار مهمه، بسیار لازمه. شکرانه کنیم، شکرانه کردن در کار. نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سعید پیشرو. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را به وجد آمده است، میگه شب برنشست از ملک برگذشت، شب برنشست از فلک درگذشت، به تمکین جاه از ملک درگذشت، چنان گرم در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. حضرت میگه وقتی که بروق میگه که تازان در قاب قوسین نگاه میکنه که جبریل علیه السلام در پایان مونده است. بعدو گفت سالاری بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خیرام، چه در دوستی مخلص هم یافتی اینان هم زی صحبت چرا توفتی. میگه به حضرت جبریل مراجعت کرد که یا جبریل آخه تو دوست رفیقی منی، هم سفری منی، بروی چی قفا میزنی، حرکت که بیا. بگفتا که برتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سری مو فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد. یا رسول الله گفت من در حیاتم از همیجا بالاتر برومدگی نیستم. اگر همین یک قدم دیگه بالا برم نوری تجلی پروردگار همین 600 قنات به او میکنه، من دیگه اجازه ندارم بالاتر برومدن. حضرت پیغمبر ما را به جاهای رسان که هیچ مخلوق الله ندیده است نرفته است. خدا رحمت کنه همین نظامی گنجوی را به یک افتخار میگه محمد دیده و موسی شنیده کی بود مانند دیده؟ اگر موسی شنیده باشه محمد صلی الله علیه و سلم دیده است. البته در مسئله ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا ذات پاک یکتای پروردگار را دیده است یا ندیده است اینجا دیگه مسئله ای. در اینجا قول صحابه های پیغمبر در عموم، قول تمام بزرگای اسلام همی است که حضرت ندیده است، یعنی به چشم سر ندیده است. فقط همین حضرت عبدالله ابن عباس ادعا میکرد که رآه مرتین، 2 مرتبه خدا را دیده است. اما در صحیح مسلم، در صحیح ترین کتاب در پهلوی صحیح بخاری اومده است، حضرت ابوذر غفاری میگه سوال کردم پیغمبر را که یا رسول الله هر رأیت ربک، ای حبیب خدا پروردگار تا دیدی در شب معراج؟ میگه حضرت گفت رأیت نورا، یک نور را دیدم، یعنی حجاب الله نوره، ما هم نور را دیدم. و در روایت دیگه اومده است که نور انا اراه، یعنی حجاب الله نوره، او را چخیل میبینی؟ یک افتابی که مخلوقی
نور دوره ای شدت نور دیدش نمیتونی یعنی رنگ همین قرصی ما وریا قرصای الله را که حجابش نور او را چکل دیده میشود. اما نظامی گنجوی همون قولی ابن عباس گرفته است با یه افتخار میگه محمد دیده و موسی شنیده کی بود مانندی دیده. ایرا که در بین فرزند کی بود مانندی دیده. ایرا که در بین فرزندان در پیش خانواده‌مون ما که نقل نکنیم ایتنی ما این کارا که میکنه بچه‌های عزیز با افتخار باید نقل کنیم که همون کودک افتخار داشته باشه شکرانه خدا را کنه. والله این شکرانه بسیار بزرگ است. خدا را شکر میگو که الحمدلله پروردگار بزرگ به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم امتوش آراسته کرده است. خدا را شکر میگو که خاصتا این سنت در بین مردم ما زنده است. همین که الحمدلله این محفلای خیر میشه و مردم مسلمان جمع میآیند همین هم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. همین نان دادن طعام دادن ضیافت مهمان همه این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این اسماء غلطیدگی نیست. حضرت تعطیل میکنه من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره باید مهمانش احترام کنه. خدا برکت بده حاجی بهرام امورا الحمدلله امروز همین سنت در همین خاندان زنده کرده است و باز به خاطر آن که فقط همین گپ دنیا نباشه و همین نمیدونم گپ اوکراین و روسیه نباشه داملا را فیراد کردن الحمدلله قریا را فیراد کردن که صحبت از خدا و پیغمبر بشه و یادی الله کنیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم همدیگر را پند نصیحت کنیم به خیر به صبر ان شاء الله این پیامد بسیار بزرگ داره. از خدای بزرگ تمنای او را دارم که پروردگار محفل و مجلس مون مبارک بگردونه. خداوند در منزل بابای حاجی و در منزل مهمانانش فیض برکات و خیرات و حسنات خیش را نازل بسازه و پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند فردا روز قیامت از جمال بی مثالش و از شفاعت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و مناسب گردونه. آمین.